به اسم مقام عظما ددمنشیان FTF هشلف قراشمیش اخیراً مطلع شدم که صافی گلپایگانکی یکی از نونهالان حوزه رو اسرائیل به صورت خرکش به درک برد. مایه تأسفه که این استوانه توخالی حوزه اصلا جوونی نکرد و چند صد سال بیشتر عمر نکرده بود. این روزا همه چیز تو نظام ما درب و داغون شده. تنها چیزی که تو این نظام درست و منظم داره کار میکنه قلب منه. آخه این چه وضعیه؟ من هی دارم این مسئولین نظام و نصیحت میکنم، هی میگم عبای مقام عظما رو بچسبید. من 200 میلیون سال پیش همین نصیحت ها رو به دایناسورها هم کردم. اونا گوش نکردن، منقرض شدن. حالا شما هی گوش نکنید. بگذاریم از این که چسبیدن به عبای عظما هم دردی از ما دوا نمیکنه. گفتیم رئیسی میاد، دولت جوان حزب اللهی درست میکنه، اما دیدیم طرف از ما هم اسکلته. بهش گفتم 3 بار پشت سر هم بگو ددمنشیانه. بدبخت کلن آنگلوزمان شد. از اولشم دولت جوان حزب اللهی رو خودم باید تشکیل میدادم. بابا من رو دست کم نگیرین. من همسن و سالای من الان همشون تبدیل به نفت شدن، بشکه‌ای $100 میارزن. بابا الان بزرگترین شرکت های هواپیمایی دنیا برای حفظ جون مسافراشون از من خواستن برم تو تمام پروازاشون حضور پیدا کنم. دانشمندا در به در دنبال منن تا برم از خاطرات بیگ بنگ براشون بگم. چیزی که برای اونا فرضیه است برای من خاطره است. حالا هی مسخرم کنید، هی بریشم بخندید. والا تو هیچ قرنی به اندازه قرن 21 به من توهین نشد. آخه بمیرم براش. چی شد فکر کردین اسرائیل اومده منو ببره؟ نه بابا، اومد گفت اون مأموری که قرار بود تو جهنم منو تحویل بگیره همین الان سکته کرده مرده. من که به این راحتی